خودش باشه یه لحظه نمیدن آدم راحت باشه. داشتم برنامه لحظه رو میدیدم اصلا ببینم چی برای شما کارت دعوت فرستاده بود که تشریف بیارین اینجا. آقا به جون شما اینا ما رو کچل میکردن. واسه چی؟ از صبح تاله میگن ما کار زندگی داریم، کار زندگی داریم. کدامشون بودن از این جلفای نادره؟ قربان اجدر این تو مدرسای تمام عالم کار زندگی نداریم به جهنم ذره. کار زندگی نداریم به اسفل سفرین. خب شرطمندم کار زندگی دارم. کار زندگی شرطمندم که در این بنگاه خلاصه نمیشود. شرطمندم کلی با مقامات مهم مملکتی باید سر کار داشته باشم. من کلی از کارهای و امور جوری و مهم مملکتی رو هر فصل برمایم. کار زندگی نداریم به بیندار. رشمال ها. آقا شما که تشریف نداشتین خانومتون قدسی خانوم تشریف آوردن اینجا، گفتن من بیان تا شن خیابونو برمیگردم. خیلی خوب باشه میخوام 70 سال سیاه برنگردم. مونس نفر بفرست. بله چشم آقا. نفر بفرست. شماره نو بفرم داداش این که شیشه که سرش بالا دیگه میشه. ببخشید برو بقل در سامان اسم مراد. اسم فامید مرادپور. نون از چای بیار. قربان چایی درست کردم، دم نکشیده، دم بکشه میارم خدمتتون. خب مرادپور، مراد عزیز و مرادپور، مرادت چیست جونم؟ والا آقا ما بعد از مرگ پدرمون درست حسابی چسبیدیم به درس خوندن تا تونستیم امسال دیپلممون رو بگیریم. آفرین با معدل چند؟ عرض میشه 18 و نیم. 18 و نیم همچین زیادم معدل خوبی نیست. معدل قلی ما فکر کنم در حدود 19 و نیم بود. امونه این معدل قلی ما امسال چند بود؟ حالا در حدود 25 24. عرض نکردم 18 و نیم زیاد قابل ملاحظه نیست. خب مراد جان میفرمودی دیپلم گرفتی. عرض میکردم. بله. عرض میشه از طرفی مادرمون هم یه پولی جور کرده و میخواد به چشمی خالم. به خاله سلام برسون. مرسی متشکرم. میخواد به چشمی خالم که دخترش فرستاده اروپا و هر روز میاد خونه ما 1000 جور پوز میده و کمپوزر میکنه. ما رو هم بفرسته که به درسمون ادامه بدیم تا به یه جای برسیم. حضورتون عرض میشه یکی از رفقا میگو شما اینجا از دانشگاه خارج پذیرش میگیرید. اومدم خدمتتون در حق ما هم یه لطفی بفرمایید. اشکال ندارد مراد جان، اشکال ندارد. به مرادت میرسی مراد جان، اشکال ندارد. ما در اینجا در داخل این کمپانی کلیه امور خلق خدا رو محضن لله، فقط محضن لله، نه بابت جیفه دنیای و مادیات ها فلفور انجام میدیم. اصولا جیفه دنیا پول چرک دست است. این چرک دست هرگز مراد جان از چرخ بنده میشتمید دنبال جیفه و مادیات نرو. مادیات نباید. مادیات بله واقعا. ولی مراد جان میخوام ببینم چرا تو میخوای بری دنبال درس؟ آره قربان. خب برای اینکه سطح تحصیلاتون بالا بره. صحیح یه مدرکی بگیریم سری تو سرا دراریم و به یه جای بریم. اشتباه شما درست دقیقا همینجا. اشتباه؟ بله. برای اینکه اگر دلت میخواد سری توی سرها در بیاوری و به جایی برسی و بیاوری داشته باشی، بله. این راهش نیست. این راه اشتباهی است. این راهی که شما داری میری به ترکستان است. بله. یعنی چی آقا؟ یعنی چی نداره؟ چه کار کنم؟ البته شرط بنده برای خودت میگویم وگرنه فرستادن شما به خارجه برای شرط بنده مثل آب خوردن است، به خصوص به سان فرانسیسکو.
مونس در روز چند نفر به خارج میروند مو میفرستی؟ قربان هر روز عده دسته میرن سان فرانسیسکو و برمیگردن. بفرما. مثل آب خوردن است فرستادن. ولی میخواهم یک سوال بکنم، چرا وارد عالم و هنر نمیشه؟ عالم و هنر؟ بله. دی یعنی اشتباه شما درست دقیقا همینجا. بازم اشتباه؟ بله. برای اینکه خلاف فرض مبارکتون رسوندن، شکر میل کردن. برای ورود به عالم و هنر داشتن هنر مستحب است اما واجب نیست. یعنی اگر خواستی یک ذره یه پشت ناخونی هنر داشته باشی خب داشته باش، اگرم نداشتی خب نداشته باش. گور پدر عالم و هنر. بله. آخه ببینید آقا، من اصلا هیچ کاری بلد نیستم بکنم. کار زیادی هم نباید بکنی مولا جان، همچین کار زیادی هم نداری که بکنی. ریشش را که داری. ریش؟ بله. برای اینکه برای ورود به عالم و هنر داشتن ریش خودش 50% کار، شاید هم 70. بله. ریشش را که داری، یک گوشه چشمی هم خمار میکنی، یک دو سه عدد شایعه عشقی و ناموسی هم راست یا دروغ دنبال خودت راه میندازی، دو سه عدد علا و ونیکات هم از گردن خودت همچین آویزان میکنی، این پشم پیره سینه هم از چاک پیرن ور میدی بیرون، یکی دو دست هم کچلوار از لباس ها یعنی از پاچه های زنانه منگوله دار میدوزی، انشاءالله به همه جا میرسی. همین؟ بله. برای اینکه خداوند عالمیان به کلیه بندگان خود همگی از دم گشت یک نیمدانگی صدای خدا داده مرحمت فرموده است. اون نیمدانگ صدای خدا داده را هم به کار میندازی، انشالله به خیر خوشی و سلامت مثل برق و باد به همه جا میرسی. از همین بنگاه خودمان شروع کن. وگرنه بدبخت بینوا، بدبخت مفلوک، تو تا که باید بنشینی فسفر مغزت رو بسوزانی، دود چراغ بخوری، سینوس و کوسینوس را داخل این فرق سرت بکوبی تا به یک جای برسی. بدبخت بینوا. ببینید آقا، بله. اولا 20 سالگی ها که شما میگید نیست. ثانیاً بنده حقیقتا به درس خوندن علاقه دارم. پس بفرمایید شما فطرتاً پستید و لیاقت رسیدن به مراتب بالا را نداری، وگرنه این شکر را، این خورده شکر را پیش من میل نمی کردی، همچین قندی را در حضور شرفنده نمیش کردی. آخه مردشور اون ریشت را ببرن، مردشور اون ریشت را ببرن، لااقل به شعر شاعر توجه کن. شاعر در این مورد میفرماید اگر درس خوندی مراد گدایی کنی، هنر پیشه کن تا خدایی کنی. دهن باز کن، حالا نه نادرسه تمام حالا، دهن باز کن دو تصنیف بخوان، اگر میل داری اراجیف بخون، قبولت کنند و به بالا برند، به کاباره و عرش اعلا برند. منظور شاید در اینجا از عرش اعلا همان نوک آنتن تلویزیون است. ولی قربون مثل که شما متوجه نیستین که یه شاعر دیگه هم یه جای دیگه گفته توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. یعنی شما فطرتاً پستید. مجدداً عرض کنم فطرتاً و خانوادگی پستید. آخه مرد شور ریش برده جلف خدا. این شاعری که این شعر را گفته است، این شعر را برای زمان خودش گفته است. اون شعری را هم که شخص بنده به عنوان یاسین توی گوش شما خواندم، شاعرش برای زمان خودش، یعنی برای همین الان، برای بنده و شما فرموده است. خاک بر سرت کنن. پس توی مدرسه آخه چه درسی خوندی؟ توی مدرسه به شما چه نشان دادن؟ لابد چیز دیگری نشان دادن. آقا ما دیگه نشان دادن. جوون اینقدر سرفق نباش، حرف آقا رو گوش کن. آقا نبض روزگار تو دستشه، خودت میذار در اختیار آقا تا به یه جایی برسی. اصلا میدونی چیه؟ همینجا میگیم برات دو تا شعر آهنگ درست کنن دیگه. آخه عزیز من قربونه برم، شعر و آهنگ ساختن پول میخواد، مفتکی که نیست. پول نداری؟ ندارم. میدیم رفقا برات بدوزن، چون شعر و آهنگ مشروبه دو خاصیت داره. خاصیت اولش اینست که پول بالاش نمیدی،
خاصیت دومش هم نیست که بیشتر به دل میشینه، سر جوونا میفته، آدم کیف میکنه، لذت میبره. عزیز من نوکرتم، اصلا این حرفا یعنی چی شما میزنید؟ آقا آدم بشونی؟ بنده اومدم برم دنبال درس و معلومات. آقای مونس شما میزنید؟ آقای مونس کنفرانس کن قربان. چرا اینقدر روابط عمومی شما با مشتریان بنگاه بد است؟ ببخشید آقا. خوب این تفک آمده است بر و دنبال معلومات و درس. این تفلکی میخواهد سطح دانش و معلومات و بینش خود را همچین ببرد بالا. بله. بلا نداره. سلام. دیدی شخص باید با چه آدمون یه زبون نفهمی از صبح تا غروب سر کله بذارم تا یک وجوهاتی به دست بیارم و به حلق شما بریزم. حالا هی بگو پول بده و هی بگو پول بده. اینکه تو هم خیلی دست بگیم و دست دلبازی. بیا جلو دوتا کرم زیر چادر من سیگاه بکن. ای اوه کرم زیر چادر شما چه کار میکنند خانم؟ تو چه کله میکشی منو کنار؟ ببخشید خانم. نگاه کن این دوتا کرمو رنگ زدن آب جا ماهی بینم قلی سرما خورده خیلی خواستم از پله افتاده نه بابا این چیزا نیست. قمر رو از مدرسه بیرونش کردن. بابا به چای سر خورده طوریشون نیست. صبحی که رفته بودم اداره اون چندرقات حقوق ناچیز منتظر خدمت دو بستونم گفتن که دوتا آدمی نه تراشیده و نه خراشیده اونجا بودن اداره آقاستی سراغدا میگرفتن. اون وقت اون رو بابا خانم همسایه خونه سابقمونم همون روبوبک که چکمنده هر وقت رو میدیدم میگفتم روبوبک درست شایست بنده و به شما کبوبه همون الهی آچله بگیری کار با اون دمی شخصی شما بخوره گوش کن ببین چی میگن روبوبک همینه میاد اسم رو بابا بشنی روبوبک تو پول دیگر تو پول کار خودمون بار اینجاش دندان تقام نفش اینجاش هست بله به بازم میتونی آجه بده چه فرمیدم روباب چه گفت روباب گفت به قاسمه بگو خودت قایم بکن صبحی دوتا آدمی لنده بود اومده بودن تو محل آسراغه دو میگرفتن منو میگی یه سرلم اومدم بهت بگم اینا کی بودن اینا خواستی بگی روباب جان قاطی جان از اونها نیست از اون بادها نیست که بین بیتها بلرزن یعنی کی بودن اینا بیا قربانت ببر بیا قاطی جان قرقات ببر بیا قرش جان بیا بشین اینها رو شخص بنده میدانم کی هست اینها رو شخص بنده میدانم آقا اینها کشورهای خارجی هست نمایندگان کشورهای خارجی هست آخر مدت زمانی است آقایان مدت زمانی است که یه چند تا از این کشورهای خارجی مکررن و مجددا هی به شخص بنده مراجعه میکنن و پیشنهاد مینمایند که یک سرهفته شخص بنده برو من نمایندگی قطبه عالی محترم اونا رو قبول کنن میگوین ما آدمی را که لیاقت و جربزه و سر و زبان داشته باشن نداریم. قطبه جان تو بیا بپذیر. اما شخص بنده تو بهار گفتم نه تو بهار با اونها جواب سربالا دادن نادرستای قرش تمام عالم میخواهن شخص بنده رو مفت و 500 ببرن نماینده ثابت دائمی و غیرقابل تغییر خودشون بکنن حالا قطبی جان تصور میکنم این دوتا قرش این دوتا نادرست از طرف اونها اومدن دنبال شخص بنده میگردن که با شخص بنده وارد یک مذاکراتی بشون